سلام دوستان. قسمت دوم نقاشی رو سفاله. بعد از سنباده زدن و تمیز کردن سطح کار، نوبت رنگ زدن پس زمینه کاره که پوشش اولیه رو ایجاد کنیم. به یه قلموی تخت و رنگ اکریلیک احتیاج داریم. من رنگ اکریلیک مشکی رو انتخاب کردم. به خاطر رنگ بودن رنگ باید حتما 2 لایه رنگ ایجاد بکنیم. اول از همه باید از دور کار یعنی لبه های بشقاب شروع کنیم و بعد پشت کار رو تا حدی به صورت دایره پوشش رو ایجاد بکنیم. بعد از اون داخل بشقاب رو رنگ میزنیم. بعد از خشک شدن لایه اول، لایه دوم هم برای یک دست شدن زمینه انجام میدیم. فقط حتما باید تمام مراحل رو طبق ترتیبایی که تو ویدیو هست انجام بدین تا یه نتیجه مطلوب باشه. و در آخر این پشت کاره و این هم روی کار. امیدوارم خوشتون اومده باشه.